шунавандагони азиз, ҳоло хониши адабиро аз рӯи рамани теғи сухан аз китоби бонавои борони бародарон Шарифбек ва ҳокими азиз дар қироати ҳунарманд Абдумумин Шарифӣ шунавед. оғози гуфтори 18. کارهای جستجویی هیچگاه همقدم تفتیشات نبودند و نیستند و نمیشوند، پاسخ داد ساربانی حامد که نوشیروان حلیم را نقض میشناخت. چرا؟ هرچند قانون تمام نظارت را به دست پروکورور داده است، ولی خود پروکورور از کارهای اپراتیوی دست کوتاه است. محض همین چیز به میلیسا امکانیت میدهد که در تمام فرانت قدم پیش باشد و میلیسا لقمه تیار را به تفتیشات پیشنهاد میکند. برای تفتیشات هم کشادن پرونده‌های جنایی را انکار میکنید. پس آمده گفت پروکورور نه، این کار نمیکنم، ولی در پرونده مذکور کار تماما دیگر است و به چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی پیشروی را انتظار شدن دشوار. پس گویید که به چه امید بسته میتوانیم؟ در عین وقت ما چیزی وعده کرده نمیتوانیم. چرا؟ چون که کارهای جستجویی نه در مرحله انجام یابی بلکه در دوره گذشت قرار دارد. کارهای جستجویی خاراکتری فرانتالی روبرو دارند. هجوم‌های فرانتالی نتیجه ندادند و ما تاکتیک خویش دیگر کردیم. گوش میکنیم. کارهای جستجویی از 3 سمت به مرکز فرانت حرکت دارند. رفیق کاپیتان، پروکورور را با رفت کارهای جستجویی شناس نماید، امر کرد سردار شعبه کارهای داخلی. ساربانی حامد پروکورور را با رفت کارهای جستجویی شناس نمود و گفت که به این کار همچنین شعبه کارهای داخلی ناحیه مرکزی و بوستان نیز جلب کرده شده‌اند. آیا رفت تفتیشات را ما خودمان به عهده گرفته نمیتوانستیم؟ با شخصانی که ما از آنها گمان بریم میلیسای جای زیستشان نزدیکتر بوده. آنها به واسطه اپرات یاری رسانی خویش میتوانند معلومات صحیحتر و بیشتر به دست آورند. آیا شهروند خواجه او را از مرگ صالح جلیل منفعتی هست؟ پرسید نوشیروان حلیم. ما چنین میشماریم که هست. دلیل؟ از روی نقل فیض‌الله که 4 سال قبل برای انتقال مواد مخدر به حسب گرفته شد، خواجه و در افتماشین شخصیش که تمغه والوا بوده است، صالح جلیل را به کیلومتر 8 شاهراه دوشنبه قره‌طاق برده است و هرچند در دوره داد و گریفت بار شرکت نورزیده است، ولی از نقطه نظر فیض‌الله او به چه کار مشغول بودن صالح جلیل را میدانسته است. پس چرا در رفت تفتیشات فیض‌الله نام خواجه را به زبان آورده است؟ فیض‌الله یگان چیز را از تفتیشات پنهان نکرده است و محض از روی نشانداد او میلیسا صالح جلیل را مورد جستجوی خویش قرار داد، ولی در رفت تفتیشات مفتش رحمدلی ظاهر کرده نام خواجه را به حجت‌ها ثبت نکرده است. او این منفعت نمی شود کو؟ راست، من تا هنوز فکرم را پوره بیان نساختم. گپ زنید. بنابراین که صالح جلیل 3 سال باز مورد جستجوی میلیسا قرار داشته است و از جمهوری بیرون رفته است، ما چنین میشماریم که خود میلیسا این مدت او را سرپناه بوده است. رفیق کاپیتان، شما میفهمید که چه ها گفته ایستاده؟ این دفعه به حمایت میلیسا برخاست نوشیروان حلیم. البته من هم موی سر خویش در میلیسا سفید کردم و نان و نمک میلیسا را خوردم. افلاطون دوست من است، ولی حقیقت را گفتن اولاتر است. خودی رفتی حرکت‌های صالح جلیل ما را وادار ساخت که چنین خلاصه برآوریم. آخر چطور شخصی که مورد جستجوی میلیسا قرار دارد میتواند مدت 3 سال آخر از داد و گرفت مواد مخدر دست نکشد اگر او را سرپناهی نباشد؟ رفیق پتپلکانیک، آیا ما میتوانیم به سخنان کاپیتان ساربانی حامد باور کنیم؟ به طرفی سردار شعبه کارهای داخلی نگریسته پرسید پروکورور. بچون و چرا؟ براستی رفیق کاپیتان، ناوابسته به همه آن احترامی که نسبت شما دارم، هیچ عقلم نمیگیرد که کار اصلا چنین صورت گرفته باشد. گفت نوشیروان حلیم. اختیارتان، سخنتان را دوام دهید، خواهش کرد پروکورور. در رفت گذرانیدن کارهای جستجویی ما معین نمودیم که صالح جلیل را نه یک بار و 2 بار در دوام 3 ماه آخر در موضع خشکک‌دره دیدند.
در اینجا گناه ما هم هست و باید اقرار شویم که با انجام پرونده جنایتی مفتش از بالای کارمندان ما نیز پیشنهاد خواهد نوشت. پاسخ داد حمید جاوید: و این نمی شود. در کجا بودن کارمندان ملیسه ما؟ چرا بار هم توجه ظاهر نکردند که شخصی ناشناس در موضع خشکک‌دره چی میکابد؟ امینم که صالح جلیل همچون شخصی در جستجو بوده در حجت‌های ملیسه ما هم نامنویس شده است. همین خیلی است. بس برای همین امروز کارمندانی همه بخش‌ها را به مجلس دعوت نمودیم. گفت حمید جاوید. خنک نظری همه ما بود که نفر 3 سال باز مورد جستجوی ملیسه قرار داشت و در منطقه خدمتی ما آمده جان خویش از دست داده است. البته آنهایی که قصد جانی صالح نمودند از بی‌نظامی کاری ما خبر داشتند، وگرنه بهر عملی نمودن نیت‌های ناپاک خویش در شهر هم امکانیت داشتند. گفت پروکورور و به طرف ساربان نگریسته اشاره نمود که سخنش را ادامه دهد. در اساس خبرهای از شعبه کارهای داخلی ناحیه مرکزی گرفته ما به خلاصه آمدیم که خواجه و همراه صالح جلیل مناسبتی نزدیک داشته است. چون موافق معلوماتی به دست آورده خواجه و هیچگاه در قید نکاح رسمی نبوده است. ما بر آن عقیده ایم که بین او و صالح مناسبتی محرمانه وجود داشته. همچنین خواجه و در انتقال مواد مخدر یاوری صالح بوده است. تا هنوز با خواجه و روبرو نشده چطور چنین خلاصه برآوردید؟ سوال داد پروکورور. برای فهمیدن شخص شرط نیست که همراهش یک پود نمک را استعمال نمایی. بخش کافتکاو جنایتی شعبه کارهای داخلی ناحیه مرکزی تحت سروری پدپلکان کوالچوک در اساس طلب و درخواست ما به همه سوالهایمان جواب انیق و صحیح داد. مادامی که خود علی گفریم و شما را باور کنند که خواجه و تا به همین روز دستش را به آب خنک نزده است و از یگان جای میراثی هم نگرفته است، پس آن همه جاه و جلال و افتماشین مرسدس 600 را خواجه و از کجا به دست آورده است؟ این را شما باید انیق میکردید. و در اول صحبت پروکورور و مفتش او را در فرو بردن لقمه تیار گناهکار کردنی شدید کو؟ نیم جدی و نیم شوخی گفت نوشیروان حلیم. و دل نگیرید، من اصل گپ را گفتم. دوام دهید. ما فهمیدن میخواهیم که چرا خواجه و را شما گمانبر میشمارید. من همه آنهایی را که به مرگ صالح جلیل به طور راست خطا یا مستقیما منفعت دارند گناهکار میشمارم. بگذار رفت تفتیشات بیگناهی آنها را ثابت نماید. به عقیده شما گناهکار کردن شخص آسان است؟ از نقطه نظر علامه اقبال لاهوری مرگ مشکل ولی زندگی مشکل تر است. از همین لحاظ وظیفه ما تنها جرم یا گناه جستن بلکه دور افکندن سایه از بالای شخصی بیگناه است. اگر در حادثه مذکور خواجه و بیگناه برآید ما هم طرفدار، ولی او بهر دور افکندن سایه از بالای خویش باید کوشش به خرج دهد. او نه، ما باید کوشش به خرج دهیم تا بیگناهیش را ثابت سازیم. لقمه پرتاف نوشیروان حلیم. قرصک از دو دست گفتند. پس آمده گفت ساربانی حامد و علاوه کرد که در حادثه مذکور کسی بجز خواجه و منفعت دار نیست و این منفعت ها را سبب چنین است. یکم، رفت و اگر صالح جلیل به دست می افتید می توانست لیلی انور آن را نیز همچون هم اشتراکچی در جنایت نام برد. فرض نمودیم که صالح نام خواجه و را به زبان نمی آورد، ولی آنهایی که او را سببگاری همه بدبختی های خویش می شمارند از دو سر این دفعه با صالح حساب خویش را برابر می کردند. در این سمت ضربه اساسی تنها خواجه و شده می توانست. آنهایی که طی 3 سال باز در محبسند نغز می دانند که صالح نصف دارایی خویش را با خواجه و به هم دیده است و از دارایی محروم کردن او را تنها می تواند لیلی انور آن اثبات نماید. در صورت اثبات شدن گناه خواجه و قانون تمام مال ملک او را که با راهی غیر معمول به دست آورده است مصادره خواهد کرد. در آن صورت بدبینان صالح جلیل با یک تیر 2 نشان می زدند. دوم، چون طی 1 سال آخر صالح جلیل با دخترک نابالغ در اساس شریعت اسلام خانه‌دار شده است و آن دخترک در بطنش طفل او را می پرورید، خواجه و از روی رشک هم می توانست به این کار دست زند. مادامی که خواجه و در قید نکاح صالح جلیل می شد پاسخ داد سمعدار. محبت شکل رسمی و غیر رسمی ندارد. خواجه و در نکاح صالح بود است یا نه، ولی از روی معلومات‌های به دست آورده پدپلکان کوالچوک آنها چند سال مناسبتی محرمانه داشتند و باز کی می‌داند بین آنها چی گپ شده است. اگر شما را درست فهمیده باشیم خواجه و را گمانبر شده رقم 1 شمردن رواست، گفت پروکورور. تا دیروز غالب آزمون به این منصب دیگر کس بود، ولی بعد خبر کوالچوک ما امید بران می‌بندیم که خواجه و در مقام کرسی اول سزاوار است. می‌خواهم
فهمم که شما خودی خواجه و را اجراچی کشتار می حسابید. نه، به فکر ما خواجه و سپارش دهنده بوده، اجراچی شخصی است که هنوز روی صحنه نآمده است. پس ما را چطور با اجراچی شناس خواهید کرد؟ گفت نوشیروان حلیم. با اجراچی ما را خودی لیلی انور شناس خواهد کرد. کفالت داده می توانید؟ پرسید پروکورور. من کارمند بانک نیستم که کفالت دهم. خودی رفت واقعه ها ما را وادار می سازد که گرهی گم شده را یکی از سمت‌هایش همین است. سمتی دیگرش چی؟ پرسید نوشیروان حلیم. حادثه رخ داده ما را وادار ساخت که چطور در نصف شب در موضع خشکک‌دره پیدا شدن صالح جلیل را تحلیل نماییم. رشته سخن را به دست گرفت و گفت سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه گلاباد حمید جاوید و علاوه نمود که رفت کارهای اپراتیوی ما را وادار ساخت موضع مذکور را همچون پیراهه انتقال مواد مخدر به زیر نظارت گیریم و در این باره ما الک خبری نیز گرفتیم. چه خیل خبر؟ پرسید پروکورور. خبری اپراتیوی و حالا سری همین خبر و معین کردن شخصیت مردی تخمینا 28-30 ساله که طی 2 شبانه روز انیخترش 1 شب و 2 روز در آن موضع آمدن کسی را انتظار بوده است کار کرده ایستادیم. و فکرم اگر انتقال دهنده دیگری مواد مخدر را هم دستگیر نماییم او ما را با گذشته صالح جلیل و راههای علاقه او شناس خواهد کرد. باز چی؟ سمت سیایم و کارهای جستجوی ما نیز با کوشش و تلاش‌های همکسبانی ما در ناحیه بوستان وابسته است. در این باره ما با طور مفصل با واسطه تلفکس به شعبه کارهای داخلی ناحیه مذکور خبری عاجل فرستادیم. حالا چیزی گفتن نمیتوانیم که ما به خبر خویش چه خیل جواب میگیریم. رفت و اگر فکت‌های در خبر آورده ما تصدیق شوند ناوابسته از آن که نوک گرهی در ناحیه بوستان دریافت شده به جنایت در موضع خشکک‌دره رخ داده علاقه دارد یا نه ما را قناعتمند میکرد. سبب قناعتمندی را شرح میدادید. به عقیده کاپیتان میلیسا ساربانی حامید همین حالت سایه را از روی نفری که تا امروز ما او را گمانبری اساسی میحسابیدیم دور میافکند. با شخصی که گمانبری اساسیش میشماردید صحبتی رسمی کردید؟ نه، پاسخ داد مفتش سمدو. چرا؟ چون که خود میلیسا یگان کس را به تفتیشات نآورد. گمانبر را یافتند و به تفتیشات پیشنهاد نکردند مگر همین است همدلی برادری میلیسا و پروکوراتور. پاسخ داد نوشیروان حلیم. ما همیشه لقمه تیار را به شما پیشنهاد میکنیم. در حقیقت ما نفری رو به اینجا همچون شخصی گمانبر دعوت نمودیم و نه بیش از مهلتی مقرر کرده قانون با او صحبت ایندیویدوالی گذرانیدیم و چون علاقمندی را در حرکت‌های او و صالح جلیل نیافتیم جوابش دادیم. چون این حالت بسیار میشه و ما نمیتوانیم که سری مفتش را که کارهای از این بهتر و بیشترش هست به زیر تیغ مانیم. پاسخ داد ساربانی حامید. چرا به زیر تیغ میمانده است؟ اعتراض کرد پروکورور. چون که در استحصالات مفتش به این هم چند پرونده جنایی هست و او را لازم می‌آید که از روی آنها نیز کار برد و به فکر ما پرسیدن نفری که به جنایت و به طور راستخطا و نه به طور راستخطا و نه مستقیما شریک است همچنین او را از صادر کردن جنایت منفیتی نیست به پروکوراتور بردن به عقلی محض می بود. شد باور کردم. سردار شعبه کارهای داخلی حمید جاوید در اساس بحث و مناظره های در رفت مجلس رخ داده و حاضرین سپارش های قطعی داده مجلس را جنبست نمود. بجز پروکورور دیگه همه اتاق کاری حمید جاوید را ترک کردند. سردار شعبه کارهای داخلی از غلدان میز کاریش تماکو برآورده به پروکورور دراز کرد. چون هر دو تماکو درگیراندند و به قبل غبار دل را بیرون کردند نوشیروان حلیم گفت سمدو به من خبر داد که مدت 3 هفته در اینجا بودن ساربانی حامید 2 جنایت گشاده شد. مبالغه را در سخنان مفتش نمی بینم. پاسخ داد سردار میلیسا. پس چرا یگان علاج کرده او را به گلاباد نآورید؟ به همه خصلت‌های نیکش ساربانی حامید هم کمبودی‌های زیاد دارد. باور نمی‌کنم. ساربانی حامید مردی سخن است. او سرش را می‌دهد و گپش را نه. من 1 مرتبه کوشش کردم که او را به اینجا بیارم ولی رد کرد. دیگر همه گونه التماس التجای ما نتیجه‌ای نخواهد داد. نخواد کس را در گلاباد به کار تکلیف کنند و نخواهد. در همون شهر او چی یافته است؟ اصلا بهشت روی زمین از گلابادی ما. بهشت در تابستان. در واقع زمستان گلاباد سخت است ولی مردمان در ارکتیکا و انتارکتید همزیستند کو. به حمایت سخنان خویش خست نوشیروان حلیم. آنها با سری چند مسئله جاری صحبت نمودند و نوشیروان حلیم رخصتی رفتن پرسید. حمید جاوید او را تا پیش در گسیل کرد.
نوشروانی حلیم به دیری وقت نگاه نکرده پیاده به طرف پرکراتور حرکت نمود. 3 ماهی که او در گلاباد نبود قریب که دیگرگونی رخ نداده بود، ولی همه در چشم او از گذشته زیباتر نمود. در کوه و دمن موج غله‌زاران که هنوز در اول ماه تیر ماه سبز بود چشم بیننده را میره بود. در حقیقت گلاباد ما بهشت است، خود به خود گفت او و قدمانیش را تیزتر کرد. رفیق لیسینانتی کلان گویون تجربه آموز راننده را که سری چنبرک سرمانده ملایم نفس میکشید بیدار کرد. خودش چی گفت؟ در کجا بودنش را در لحظه اول نفهمیده سر برداشت و پرسید راننده: لیلی جان را ببینید. در کجا؟ هوشیار شده پرسید مظفر سفر. انا در پیش دری برآمدگاه. مظفر سفر چشمانش را کمی مالش داده به طرف مقابل راه نگریست. چون دختر را پیش دری برآمدگاه راست دید پرسید که چرا اون میل حرکت ندارد. لیلی جان از استاندارد الفیور شتیرلس در احتیاطکاری کمی ندارد. باور نمیکنم. اختیارتان، گفت تجربه آموز. و در همین وقت دختر یک و یک باره چند قدم مانده از پهلوی خانه تاب خورد. به طرف مقابل راه گذرید، گفت تجربه آموز، و از اتومبیل فرامده به همان سمت حرکت دختر دوید. مظفر سفر موتور را به کار درآورده، اتومبیل را به حرکت درآورده. بعد 3-4 دقیقه تجربه آموز را که در کوچه مقابل میل نگاه داشتن نقلات دیگر را داشت به اتومبیل نشیناند. التماس سر از قفای اتومبیل والگی رنگی زرد داشته، رقم دولتیش 5796 گفت تجربه آموز. مظفر سفر اتومبیل جوگلی را با یک مهارت خاصه به حرکت درآورد و حتی در چهارراه اول در چراغک سرخ گذشت. آهسته‌تر گفت تجربه آموز. عبدالرشید نگاه کن، انا بای والگی زردی میگفتگیت، رقمش چند بود؟ 5796. خودش انا ببین چراغک راستش فروزان شد، به طرف راست میل گشتن دارد. میبینیم گویان مظفر سمت حرکت را کمی سست کرده، برخلاف همه گونه بی خطری حرکتی را از قطار سیوم به طرف راست گشت. از این حرکت ناجایز جگولی اتومبیل‌های قطار دیوم و یکم که در وضعیت ناگوار مانده بودند تارماسا را پخش کردند و خوشبختانه حادثه رخ نداد. کاری خوب نکردید رفیق لیسینانتی کلان، کمی به خود آمده گفت تجربه آموز. راننده باید به همه گونه حالت آماده باشد. برای همین مسافه گفتنی گپ هست. من هم انایی ندادر. آخر ما نمیتوانیم خانم محترم و چی بود نامش؟ لیلی جان. لیلی جان را از مد نظر دور کنیم. حالا تو خودت تجربه آموز و مناسبت سردی علی گیفری میوشی را ندیده ای و فکرم وای مردی بد نیست. من او را بد نگفتم و اگر فهمد که ما لیلی جان را تا به منزلش گسیل نکردیم ما را در شکست عملیات گناهکار میکند. به زبان عادی گوییم این یک تنبیهچه در گردنی بنده میشد و چرا من تنبیهچه را در گردنی خش آویزان میکردم. گاز را یک پخش کردم و تنبیهچه را به گردنی شیطان آویختم. بگذار راننده ها هم هوشیار شوند و مسافه را نگاه دارند. به هر حال در مسافه چند کیلومتر ما 2 مراتب قاعده بی خطری راه را بیان کرده هم حیات خود و هم حیات دیگران را به زیر خف ماندیم. نگاه دارنده اش نیکو نگاه داشت وگرنه 100 قدح نفتاده بشکست. بابا طاهر اولیان هم مردی بزرگ بوده است. ببین تا به کجا قسمت را تجسم نموده. قسمت ازلی است و هر آن چی که به سری آدمی زاد می آید از ازل در پیشانیش نوشته شده است. آها، اتومبیلی در زیر حمایه ما بوده باز چراغک سبزش را فروزان کرد. آرام شو مظفر، آرام. گویان راننده نیز سرعت حرکت را خیلی سست کرده از قطار دیوم به قطار یکم برآمد. والگا پهلوی راستی راه ایستاد. جوانزن از اتومبیل بیرون شده با راننده حسابی کرد و به طرف مغازه خوراکواری رفت. به فکرم مغازه را راه دیگرش نیست گفت راننده و هر دو در یک وقت از اتومبیل بیرون شده به دو طرف حرکت کردند. تخمینا بعد 5-6 دقیقه جوانزن از مغازه بیرون آمد و از پهلوی تجربه آموز که در دکانی سری راه مشغول روزنامه خری بود گذشته به طرف شرق حرکت کرد. هرچند در چنین کارها عبدالرشید شریف تا هنوز تجربه نداشت ولی از روی کتاب‌های خوانده و فیلم‌های دیده‌اش چیکار کردن را می‌دانست. بعد آنی که خواجه و از او خیلی راه دور رفت تجربه آموز روزنامه را به دست گرفته از قفای او حرکت کرد. نهایت جوانزن از راه کلان برآمده به طرف راست تاب خورد. عبدالرشید نیز به مسافه معینی او را دنبالگیر شد. آنها هر دو تا میدانچه حرکت نمودند که زیر درخت سیب خشک شده کودکان دو تاز داشتند. عبدالرشید شریف
از طرف مقابل آمدن لیتنانت کلان مظفر سفر را دید که به طرف خانه استقامتی 4 آشیانه می آمد. چون تجربه آموز فهمید که مظفر ابیکت را به زیر حمایه خویش گرفت، پهلوی دیوار بنای مقابل خود را پناه کرد. نهایت دختر در پیش یکی از درآمدگاه‌های بنای 4 آشیانه باز ایستاد و مدت چند گرد و اطراف را از نظر گذرانیده، لحظه به بازی بچه‌ها توجه نموده، یک و یک باره به درآمدگاه درآمده از نظر غایب شد. در این اثنا پسر بچه نیز از قفای او وارد بنا شد. عبدالرشید از آن تأسف خورد که چرا مظفر جوانزن را دنبالگیر نشد. لحظه پس همان پسر بچه بیرون آمده به طرف وکالتدار کافتکاو جنایتی رفت و به او چیزی گفت. لیلی جانت از خانه رقم 9 هم کلید داشته است. به طرف تجربه آموز آمده گفت مظفر سفر. چه کلید؟ همین خیلی کلید عادی که با آن به ملا در را گشوده وارد خانه شده است. او را همان پسر بچه دنبالگیری نمود. بله، اکنون چی باید کرد؟ انتظار شدن لازم تا ببینیم کار را انجام چیست. بهترش خودت همینجا است. من رفته عرابه را به اینجا میآورم. شاید به علی گیفریمش هم زنگ زده مسئله میپرسیدی. مایلش از تلفن اتومات زنگ میزنم. اکنون من رفتم. گویان لیتنانت کلان مظفر سفر برای آوردن عرابه رفت. تجربه آموز عبدالرشید شریف موقعش را دیگر نموده دری برآمدگاه را به زیر نظارت گرفت. از آنچه که کوالچوک نسبت شخصیت خواجه و توجه زیاد ظاهر کرده بود، تجربه آموز به خلاصه آمد که میرسل نسبت به خانم انور دلیل‌های با اعتماد در دست دارد و این همه دنبالگیری تنها به مقصد معین نمودن علاقه اوست. او بسیار میخواست که با بهانه رفته انگشت بر آن در بزند و بفهمد که خواجه و تنهاست و با کسی سری صحبت نشسته. به هر حال با چنین عمل دست دادن دشواری هم نداشت. آخر در همین شب و روز چی کم بهانه. هر روزه نمایندگان اداره برق و گاز و خواجگی کمونالی مردم را به جان آوردند. اکنون او هم یکی از کارمندان همین اداره می شود. در انتها او از فکرش گشت، چون که سردار بخش کافتکاو جنایتی پتپلکان کوالچوک پیش از آغاز عملیات آنها را هشدار ساخته بود که از دایره نظارت اپراتیوی بیرون نبرایند. او روزنامه در دستش بوده را کشاده به قرائت پرداخت. با همین وسیله تجربه آموز خود را از چشم تیز چند تن راهگذر که با توجه میل به سویش نگریستن داشتند پنهان کرد. او نیز در نوبت خشگاه از پهلو و گاه از بالای روزنامه بازی بچه ها را در زیر درخت سیب خشک که کسی میل بریدن آن را نداشت تماشا کرد. در همین مدت از برآمدگاه یکم خانه 4 آشیانه 2 پسر بچه بیرون آمدند و باز کمپیر عرابچه در دست وارد بنا شد. نهایت او در طرف مقابل افتمشین مظفر را دید و آهسته آهسته به همان سمت حرکت کرده در یک میژه زدن خود را داخل آن گرفت. یگان دیگرگونی را مشاهده کردی یا نه؟ پرسید راننده که چشم از در برآمدگاه یکم نمیکن. نه، یگان کس هم از خانه نبرآمد. 2 پسر بچه تخمینا 13-14 ساله از بنا بیرون برآمدند و پیرزن با عرابچه وارد همان درآمدگاه شد. آیا شما به علی یفریمویچ زنگ زدید؟ زنگ زدم ولی کسی گوشک را نبرداشت. سپس به نوبتدار زنگ زدم. گفت پتپلکان کوالچوک همراه شریفزاده به کجای رفتند. پس چی باید کرد؟ ما باید از روی وضعی به عمل آمده کار را دوام دهیم. پیش از همه باید معین سازیم که در آن خانه بجز خواجه و باز کیست. به فکر شما یگان کس در آن خانه هست؟ نمیدانم، ولی از سنجش ما چیزی را باید نخواهیم داد. شاید من روم. نه، بهترش من روم. به هر حال او از من شبهه نخواهد کرد. چی گفته می روی؟ نظارتچی گاز رفت از خودت حجت طلب نماید. چی؟ حجت طلب نمی کند. من بارها این حادثه را با چشم خویش دیدم. رفت تو. ما باید توکل نماییم. از توکل دیده به عقیده علی یفریمویچ در ملسه کاری بهتری نیست. توکل هم جا داشته است و از توکل کورکورانه ما نه تنها برد بلکه بای میدهیم. خیر بفرمایید چی بهانه پیش آورم؟ گویی که از خواجگی کمونالی هستید. اگر گپ زد که خواجگی کمونالی به اداره شهرداری بهر عوض نمودن قربهای آبگذر مکتوب میفرستادنی است و ما امضای ساکنان محله ها را جمع آوردنیم. محلش من عیناً گفتی شما رو میکنم رفق لیتنانت کلان. گویان تجربه آموز عبدالرشید جزدان چرمین مظفر را به دست گرفته از افتمشین بیرون شد. سامیان عزتمند، یادرس می‌شویم که شما خوانش بدیعی رو از روی رمان تیغ سخن از کتاب بانوای بارانی برادران هم مؤلف شریف بیگ و حاکم عزیز در قرائت هنرمند عبدالمومن شریفی شنیدید.
дар таҳияи гуфтор саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир Лутфия Қурбонова. анҷоми гуфтори 18 дӯстдори ватан ва дороиҳои маънавии он адабиёту фарҳангу ҳунар бошед.